مطمئنم که 90% نمیدونین فرق بین ساعت MR70 و اولترا 2 مودیا چیه. اول از شباهت‌ها بهتون میگم که هر دوشون مقاومن در برابر آب، اندازه‌گیری ضربان قلبو دارن، فشار خونتون اندازه میگیرن، آب و هوا رو نشونتون میدن، هر دوشون داری حالت ورزشی ان، حتی بهتون یادآوری میکنن که چقدر بی‌تحرکین و برای عکس گرفتن ریموت کنترل و میتونین برای پیدا کردن گوشی هم روش حساب کنید. صفحه نمایش اولترا 2 49 میلیمتریه و قابلیت MOLED داره. خب وضوح بالاتری هم داره، پس شارژ کمتری هم نگه می‌داره. عوضش بلوتوث کالینگ داره، یعنی زمانی که ساعتتون هم به گوشی وصله هم به یه اسپیکر، این شما این که تعیین می‌کنی از گوشی جواب بدی یا از روی اسپیکر. منو کاملا روون و فیس واچ‌های متحرک. دیگه چی می‌خواین این بهتر؟ اما ساعت MR70 که مخصوص ورزشکاراست. حالت سویمینگ داره تا 1.5 متر زیر آب هم کالری و ضربان قلبتون. حتی شما رو زمان خوابم چک میکنه. یعنی ثبت میکنه که چقدر خوابیدید و اینکه آیا خوابتون سبک بوده یا عمیق بوده. صفحه نمایشگرش فول HDه. نمایشگر شفافی داره. خب MOLED نیست، پس شارژ بیشتری به ما میده. این ساعت ورزشکاراست. پس میزان اکسیژن خونتون هم اندازه میگیره. خب حالا انتخابتون کدومه؟